زبان عبارت از سیستم صوتی، قراردادی و سمبولیک است که غرض فهمیدن و فهماندن مورد استفاده قرار می گیرد. زبان وسیله افهام و تفهیم است، یعنی وسیله است برای فهمیدن و فهماندن. صوت عبارت از صداها است، قراردادی بین ممالک شناخته شده باشد. سمبول الفابت یک زبان است. زبان را از لحاظ شکل میتوان به 3 دسته تقسیم کرد. زبان نوشتاری یا ادبی courtesy language و آن شکل از زبان اطلاق می گردد که شکل دستوری و قلمی داشته و نقاط گرامری یا دستوری در آن رعایت می گردد. معمولا از این نوع زبان در نوشتن مجلات، کتاب، اخبار و غیره استفاده به عمل می آید.